3 2 2 1. حوالتون چطوره؟ خوشبالیم یکی دیگه ویدیوهای پیج آرمینا بکس این سری اومدیم با یه بازی خیلی خفن. اصلا این شعر بازی نکرده. فیلم شگرت نرس؟ نه، شگرت نری نیست. اینجا شعر رو من میخونم. براتون دکلمه میگم. رپ خلسه‌ای دکلمه میگم. رپ کچی بیتی دکلمه میگم. براتون باید حدس بزنم. اگر من حدس بزنم مجازات داریم. شرکت کنندگان این برنامه شروع میکنیم بازی جنجالی. برای شما لایک و سابسکرایب یادتون نره و کامنت حواستون باشه بذارین. با مزه ترین کامنت مبلغ 500,000 تومان جایزه و کامنت این بالا براشون عکسش میاد. بریم برای سوال اول. شرکت کننده اول خانم نهال هستن. خیلی خوش اومدین. سلام علیکم. احوال شما چطوره؟ خوب هستین؟ قربان شما. شاعر میفرماید ایول به وله تو ای جان بخورم جگرت رو. گزینه ها: اشکین 2098. گزینه 2 آرمین تویفه. گزینه 3 علیرضا جی جی و گزینه 4 مهراد هیده. بفرمایید. گزینه 2 کوبو. گزینه 2 کوبو. بعد گزینه 2 آرمین تویف. چه داوطلب اگر اشتباه جواب دادن میتونیم تشویقی بذاریم. گزینه اول اشکین 2098. خیلی آفرین. دست ای بله تو ای جان بخورم جگرت. سوال دوم. اخبار شما خانم ببی خوب هستین؟ چه خبرها؟ خیلی ممنون تشریف آوردین در مسابقه شرکت کردین. شاعر میفرماید که کروات زدم تا خوشت بیاد. همه میگن کروات به من میاد. گزینه ها: سپهر خلسه. آفرین. کوروش وانتون، شاهین استو، رضایا. آفرین. تشویق مرتب. کروات زدم به خوشت میاد. همه میگن کروات به من میاد. خانم شرمین احوال شما؟ خیلی خوش اومدین. تشویق کنید. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. تشریف آوردین. قدم سر چشم گذاشتین. خیلی ممنون. شاعر میفرماید که جواب سربالا میری همه میشن چند ساعتی و درگیر. یهو ترجیح دادی که سر چی درا رو ببندی رو ما و بعد چی؟ ریتمش میشه درست بکنی؟ خیر. آهنگ رو دوباره بخون. یک بار دیگه تکرار میکنم. جواب سربالا میدی و میری همه میشن چند ساعتی و درگیر. یهو ترجیح دادی که سر چی درا رو ببندی رو ما و بعد چی؟ گزینه ها: مهیار، شایع، مهراد هیده، خلسه. مثلا رد گزینه بود. سوالات کنکوری. اشتباه. اولی آن با مجازات داریم. آهنگ برای آقای خلسه از ترک ایجان برای آلبوم سیجل که اومدش. آهنگ پلیش بریم بیای. خیلی جدیده این. خب چیکار کنم؟ جواب سر بالا میری همه میشن. خب احوال شما چطوره خانم شرمین؟ خوبی؟ فقط در هیته صورت. خواهش میکنم. بله. آبی درست کردم. به موجه‌های آبی اصلا خوبه که توشون آرد بخوره. از این آردا صورتم موجه‌های آبیتون خراب نشه یه وقت. خب این اندازه من حس میکنم که کافی باشه. اگه عزیزان دل میبینن. نه بیا
نه چه خودت کردی؟ بیا بالا ببینم. بابا 3 2 نه بیا جلو یه ذره. این خیلی عمله. 3 2 کریم قربان شما میری میشینی. حس میکنم خیلی کج زدم. احوال شما چطوره؟ چرا عینک رو نزدی؟ راست میگی. I believe it should work. It should. از دور بگی. نکنی چشش بیفته. آفرین آفرین. همونطور که میبینید بنده هم آردی شدم و مسئول نبودم. من هر سری قراره بیشتر از این حرف آردی بشم، برای همین من هم دارم به نوعی بالاخره مجازات میشم. پس لایک و بکوب، کامنت هم بذار، ممنونم ازت، سابسکرایب هم بکن. مرسی. خب حس میکنم استرس ها بیشتر شد برای که درست جواب بده. بله بله خیلی عالی خیلی عالی. میام شما شرکت کنید برای خانم مونا. احوال شما خیلی خوش اومدین. قربان شما، لطف کردین شما آوردین. بله. شاعر میفرماید که سیسی باید ماسمالیت کنم، چیپسی هتل شد واسم ریسکی، بچه ها حاصل جمع شدن نیپسی آرایبی. بله. گزینه ها میفرمایند که خلسه، علی سورنا، رفیق من امشب بدمستم، یا زیاد خوردم یا کم کم بم، خودت اگری زدن ساتین و رها. نه خب مسلما ساتن که نداری. با ممنون هنرمند مردمی کشور ساتین که داریم برنامه رو نگاه میکنه. رد گزینه. سپهر خلسه، علی سورنا، ساتین و رها. میتونم یه ساتین میتونم یه پیشنهاد بکنم. میتونم 2 تا گزینه رو حذف کنم ولی در ازاش یه بشقاب آرده میکنم، خودت کلتو بکن توش. جونم بزن صورتت. نه دیگه من نمیزنم دیگه، خودت کلتو میکنی. خب نه میگه اگه بازم اشتباه بگم بازم آرده میشه. آره دیگه. یه چانس دارم که درست بگم توی آره. آره. خلسه، رها کنیم، علی سورنا و ساتین گفتیم. ساتین. ساتین هنرمند مردمی کشور. قربان شما. لایک بزن، یه کامنت رو بذاری ممنونت میشه. من میگم علی سورنا. علی سورنا میفرماید که باید ماسمالیت کنم چیپسی. بیا بهش شانس دیگه بدید. یعنی چی؟ چرا به من یه شانس دیگه ندادی؟ خیر بفرمایید دیگه. الان جواب درست رها بود. قربان شما. آهنگ چیپسی از رها وانتونز. سرم گرم تیپسی، باید ماسمالیت کنم چیپسی. احوال شما چطوره؟ نه آرت داریم اینجا. بله بله رسیدیم به نفر بعدی. ما در اینجا داریم مقدار آرت، همونطور که تماشاگر محترم بفهم. حاضری؟ بله 3 2 1. خیلی ممنونم از شما. ممنون. لایک رو بکوب. مرسی. بخند واسه تو میشه الان. یه سوال سخت میشه بده. خانم نه احوال شما خوب هستین؟ باشه. استرس بالاه، خیلی بالاه. عالی عالی. شاعر میفرماید که منو میخواد، به میگه باز، میبینه دورم دار و دسته با کله تاس. بله. گزینه ها: سپهر خلسه، گزینه 2 هیپ هاپ و لوژیست، گزینه 3 کچی بیتس و گزینه 4 پوتک. همه نه پوتک نه، پوتش کچله. تنها کچلی که میشناسم خلسه. مو کاشا
مو داره این آهنگو کی داده دستی که راهنگی بشه. گزینه خلسه لاکت قفلش میکنی. تمام. گزینه خلسه اشتباه، گزینه درست هیپاپولوژیسته. بله میریم برای روزات نهار خانم. بفرمایید خواهش میکنم. هیپاپولوژیست. بله من عذرخواهی میکنم مرد بیست میشه هیپاپولوژیست واقعا عذرخواهی میکنم. منو میخواد به میگه باس میبینه دورم به دار و دسته با کله تاس. بله ما اینجا آردو داریم آماده برای نهال خانم. هیپاپولوژیست. ما اینجا دو مشت آرد داریم برای اینجا خدمت شما. حاضرین؟ نه. ای بابا. و 3 2 برای تو هم همه. تو هم نصفه بود. این بعضی اوقات در میره، سر میخوره. احوال شما خیلی ممنون هاشیم آوردید در برنامه ما لطف کردید. خیلی ممنون. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی عالی. خب خانم بی آماده این شما؟ بله. و برفاکو میذارم خانم. خیلی آره اشکری آرمینو بک. استرستون در چه وضعیتیه؟ اوکی؟ بله. شاعر میفرماید که اگه آسون باشه فنهایم بیشتر از تکواندو از من عکس میخوان مثل ناردو. گزینه ها کچی بیتس، علی سورنا، سروش هیچکس و ویناک. مطمئنی؟ لاکت؟ درسته. آفرین. قبوله. شما آهنگایی که گوش میدید یکیه با هم. مثلا حتی نشیدم سورنا و اون یکی هیچ وقت نمیان بگن نه فن چیزی مثل تکواندو نه چی میتونه بگه؟ فنم بیشتر از تکواندو ازم عکس میخوام مثل ناردو. خیلی منطقیه. اصلا برمیگرده کی گفت علی سورنا چیپسی رو خونده؟ خب این خیلی جواب مسخره. هنرمندان کشوری قربان شما نکردم. لایک و کامنت مرسی. اسم من میریم برای نفر بعدی. خانم شایان احوال شما خوب هستین؟ شما که یه بار دیگه خوردی دیگه آب از سر گذشت. چه یک وجب چه 100 وجب دیگه. حالا شاعر میفرماید که هنوز جوینت هامون توپله عین بانو هایده، پر تو این پکا سفید فاز موی بایده، دندونامون تیزه واسه کش مثل کانیه. بفهم. گزینه ها هستن بانو همیرا، هیچکس، علی گرامی و کچی بیتس. علی گرامی رپر. کچی درسته. آفرین به شما. دست بگیرن. هر جای توپله منو هایده. این خیلی آهنگ ریجی و خفنیه. حقیقتا پیشنهاد میکنم گوش بدین. هنو جوینتامون توپله عین بانو هایده، پر تو این پکا سفید. بریم من نفر بعدی. خانم مونا احوال شما چطوره؟ قربان شما. شده آیه واسه پوسا دیگه موزیک ها. تارگتم اوورسایز شده مثل بوبیا. بله. الان این آهنگ مال 3 نفره. میخوای بگی مال کدومه؟ کسی که این درسو خونده دیگه. آها خودت بریم. آره. بله. شاعران سجاد شاهی، آرمین تویفن، آرون کوروش. میشه تو یه بار خوردی یه ذره واسه یه ذره چیزش بکنم، یه ذره راحت تر بخونمش برای. میگه شده آیه واسه پوستا دیگه موزیکا تارگت هم اوورسایز شدن مثل بوبیا. بله. خواهش میکنم کمک دست من. خواهش میکنم. نه واقعا. گزینه 1 بود سجاد شاهی، هنرمند مردمی کشور. نسل جدید هستن. نکو کامل. خواهش میکنم. آفرین. صاحب دانتون نره. به حس شیشم دیگه اعتماد کن. آرون قفله. حاضر؟ گزینه 3 ببینیم درست هست یا خیر. درسته. آفرین.
شده آیه بسه بسه دیگه موزیکان تارگتم و ورسای شده مثل بوبیا. خب حاضری؟ بله خیلی عالی. 3 تا قد بلند میان میپیچن 2 سیریشن. خوب دیده میکو بدجوری جی جی سنکوب منم لیمیتم پو. من واقعا عذرخواهی میکنم ولی این چیه آخه؟ گزینه ها پوتک، کچی بیتس، سپهر خلسه و رضاییان. بخونم؟ میخوای با لحن بهتر بخونم برای خواهش میکنم. تو این آهنگ گوش دادی خودت؟ بله اول دارم بیاستی مشایقته. میفرمایند که 3 تا قد بلند میان میپیچن 2 سیریشن. خوب دیده میکو بدجوری جی جی سنکو منم لیمیتم پو. جی 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 یا جی جی یا جی جی حقیقت خودم نمیدونم. دوباره میگم خلسه قفله خلسه قفله. درسته. برای آهنگ حبیبی عزیزم هستش. لطفاً معنی این تکست رو برای ما کامنت کنید. 3 تا قبل میام میپیچند و سیریشن. خب بله درینکم سرده سرم گرمه برای تو تنگه برای من حله دخترها تو خونم گله اینجا پا نمیدن میدن کله. بعد گزینه ها هستن که سپهر خلسه، کچی بیتس، سیجل و جیدال. برای تو تنگه برای من حله جان. قفل مطمئن. درسته. پشمایم چجوری الان من فکر نکردم. دوباره از لحن خوندن و چیدن قافیه‌اش چرت و پرت گویی. الان جیدال فقط میگه برای تو تنگه برای من حله، کچی بیت مثلا نمیگه. نه اولشو بخون. چی گفتی؟ درینکم سرده سرم گرمه. درینکم سرده سرم گرمه. این هاری که میخونه آفرین فلو جیدالم آورد. سرده سرم گرمه برای تو تنگه برای من حله. حاضری خانم شمین؟ بفرمایید. صدای تو فقط میپیچه توی سرم منو میندازه یاد تو این خونه فقط. آرتا بعضی بله درست به افتخارشون خواهش میکنم. دست خب من آماده ای؟ نه خودت گفتی نزار یه جا همه کشو هر چی کشیدیم که هپی نشدیم. حالا الان باز بالاه این موجودی موج بازی عین دوج روی بیت. گزینه ها هستن که سپهر خلسه، کچی بیتس، پوتک و تاسمانی. خیلی آسون. خیلی آسون. اصلا بقیهش واقعا آسون تره. آره من خواننده ای که این ورسو میخونه رو قبول میکنم نه خواننده ای که این آهنگ برایش اونه. بله من هم کچی پودک قفله قفله 1 2 خواننده این ورس تاسمانیه. آهنگ یاکوزا خلسه ولی تاسمانی این ورس رو گفته. این خود گفتیم از همه کشو هرچی کشیدین که حپی نشدی یا بالاست موجودی. از یه جا همه کشو هرچی کشیدین که حپی نشدی و بالاست موجودی. نمیدونستم قرار این بلا سرم. اب نداره. احوال شما چطوره؟ اب نداره. دوباره میری یه جا رو میکشی. اوکیه یه 3 شواره. حاضر؟ نه 3 2 1
قربان شما لایک فراموش نشه. حال بینا نه 1 2 مرسی. لایک و سابسکرایبتون نره و همونجوری گفتم چرا بات زدم به خوشت میاد، همه میگن چرا بات به من میاد، از این